سلام، امروز میخوام هر چیزی که نیازه در مورد ترامیسو بدونید از تاریخچه‌اش گرفته تا مدل‌های مختلف درست کردنش رو بهتون بگم. نه تنها دستور مورد علاقه خودمم با همه جزئیات بهتون توضیح میدم، بلکه کمکتون میکنم شما هم یک دستور بی‌نقص برای خودتون پیدا کنید. ترامیسو یه دسر ایتالیاییه که اسمش به معنی پیک می آپ یا منو بالا ببره که کاملا هم بهش میاد، چون چی بیشتر از یکم ترامیسو میتونه انقدر با آدم انرژی بده. در مورد اینکه چطور به وجود اومده خیلی داستانهای مختلفی وجود داره. مثلا بعضیا میگن به افتخار یک دوک که به شهری رفته بود درستش کردن که احتمال واقعی بودنش خیلی کمه. بعضیا میگن یه سرآشپز معروف داشته سعی میکرده یه دسر خوشمزه برای همسرش درست کنه که برای اولین بار به این دستور رسیده. و یه سری داستان دیگه هم هست که میگه خانم خونه‌دار دنبال یه دستور ساده بوده که اسرا به خودش و اعضای خانواده یکم انرژی بده. ولی جالب ترین و عجیب ترین داستانی که خوندم این بود که یه خانمی که توی فاحش خونه ها کار میکرده به مردایی که داشتن میرفتن خونه یکم این دسر میداده تا انرژی داشته باشن. حالا از هر کی اختراعش کرده خیلی ممنونیم، چون به نظر من یکی از خوشمزه ترین چیزایی که وجود داره. و جالبه که بدونید اولین باری که اثری از دستور این دسر توی کتاب آشپزی دیده شده حدود سال 1980 بوده و این دسر فوقش خیلی قدیمی باشه سال 1970 اینطور اختراع شده. یعنی ترامیسو انقدر خوشمزه است که توی چنین مدت کمی تبدیل به یک دسر کلاسیک شده که توی سر تا سر جهان درست میشه و آدم‌ها دوستش دارن. توی دستور اصلی ترامیسو 6 تا مواد اولیه هست و هر چیزی غیر از اینا توی دستورهای مدرن اضافه شده. اولین مرحله برای درست کردن ترامیسو آماده کردن قهوه است. میتونید از هر قهوه‌ای که دوست دارید استفاده کنید، ولی بدونید که هرچی قهوه شما غلیظ‌تر باشه طعم نهاییتون هم بهتر میشه. من خودم دوست دارم از این قهوه‌های فوری استفاده کنم. دستورهای ترامیسو تنوع خیلی زیادی دارن و مثلا توی این مرحله بعضیا دوست دارن به قهوهشون کمی الکل یا آب میوه‌های مثل پرتقال یا آب لیمو اضافه کنن که سلیقه‌ایه. قهوه رو میذارم یه گوشه تا خنک شه، چون اگه موقع سرهم کردن ترامیسو قهوه‌مون گرم باشه دسرمون خراب میشه. حالا موقع درست کردن کرمه. دستور اصلی این دسر زرده خام تخم مرغ داره که اگه تا حالا نمیدونستین خیلی هم چیز عجیبی نیست. خیلی دستورهای دیگه مثل ماینز هم تخم مرغ خام دارن. من بارها توی چیزهای مختلف تخم مرغ خام استفاده کردم و هیچی نشده. ولی اگر خیلی نگرانید و دوست ندارید هیچ وقت امتحانش کنید، میتونید روی بخار کمی بپزیدش تا امن بشه. اینکه چجوری باید این کارو کنید هم پایین براتون توضیح دادم. اینجوری خیال شما هم راحت میشه، اما توصیه میکنم به هیچ عنوان حذفش نکنید، چون واقعا ترامیسو بدون تخم مرغ یه چیزیش کمه. تو دستورهای اصلی از سفیدای تخم مرغ استفاده نمی‌کردن، ولی بعضیا اونو خوب هم میزنن و بعدش به مواد اضافه میکنن. این کار به شما ترامیسوی سبکتری میده، ولی من خودم ترجیح میدم که ازش استفاده نکنم. میریم شکرمون رو میاریم. طبق سلیقتون بین 1 تا 4 قاشق شکر استفاده میتونید کنید. وانیل هم دل بخواهیه، توی دستور اصلی نیست، ولی من دوست دارم یه ذره بهش وانیل بزنم. فقط حواستون باشه توی وانیل زیاده روی نکنید. و وقتشه که اینا رو خوب با هم بزنیم. یه دلیلش اینه که نمیخوایم دونه های شکر زیر دندونمون برن. همونطور که میبینید چند دارم دورگیری میکنم که هیچ شکری اون دور بر نمونه و آخرش میخوایم به یک بافت بسیار خامه‌ای و کمرنگ همینطور که میبینید برسیم. چیز بعدی که میریم سراغش پنیر ماسکارپونه است که یک پنیر ایتالیاییه که بیشتر به خاطر همین دسر معروفه. در اصل میشه گفت پنیر ماسکارپونه یک مدل پنیر خامه‌ایه که چربیش تقریباً 2 برابره. به همین خاطر بافت بسیار لطیف و نرمی داره و توی دهن آب میشه. برعکس پنیر خامه‌ای که یک طعم‌مزه شوری داره، ماسکارپونه طعم‌مزه شیرینی داره. دستور اصلی این دسر با ماسکارپونه است، ولی من خودم پنیر خامه‌ای رو ترجیح میدم که دیگه سلیقه‌ایه. پنیرمون رو مستقیم از یخچال در میاریم که خنک باشه و با زردهامون مخلوط میکنیم. خوب همه چی رو هم میزنیم تا اینکه چنین بافتی بهمون بده، همینجور که میتونید ببینید.
توی دستور اصلی که اثری از هیچ خامه‌ای نیست، ولی به نظر من یکی با خامه همزده خیلی خوشمزه تر میشه. خامه قنادیم رو خوب هم میزنیم تا وقتی که اگه ظرف رو برعکس کنیم هیچی نریزه. حالا آروم خامه همزدمون رو با مخلوط زرده و پنیر قاطی میکنیم و خیلی لطیف و آروم با هم میزنیم. حالا دیگه دسر ما تقریبا آماده است و فقط مونده سرهم کردنش. جایگزین خام قنادی رو همون پایین براتون نوشتم. قهوه‌ای که خنک شده، مخلوط کرمیمون و بیسکویت های لیدی فینگرمون رو میاریم. بچه بهتره که از همین بیسکویت های لیدی فینگر استفاده کنید، ولی برای اینم جایگزین براتون نوشتم. حالا وقت سرهم بندیه. بیسکویت همون رو فقط 1 ثانیه توی مخلوط قهوه‌مون قوطه ور میکنیم. خیلی مهمه که نذارین زیاد اون تو بمونه، چون نمیخوایم یک حالت خیس و زیادی نرمی به خودش بگیره. نصف مخلوط خامه ایمون رو میریزیم روی این کرم روش رو صاف میکنیم و این مراحل رو یه بار دیگه انجام میدیم. لیدی فینگر رو میزنیم توی قهوه و باقی کرممون رو میریزیم روش و صاف میکنیم. بچه چیزی که اینجا خیلی مهمه واقعا اینه که بیسکویتاتون بیش از حد خیس نشن، به خاطر اینکه ما میذاریم این دسر رو ساعتا توی یخچال بمونه. اگر اینجا زیادی خیسشون کنید یک چیز شل و زیادی نرمی بهتون میده. رسیدیم به مرحله آخر و مورد علاقه من، یعنی الک کردن پودر کاکائو. میتونید شما این کار رو نکنید، ولی من خیلی دوست دارم شکلایی مثل ستاره رو روی ترامیسون بذارم و کاکائو رو روی اونا الک کنم تا آخرش یک طرح ناز و خوشگل داشته باشم. میتونید هر طرح و نقشی که دوست دارید رو روی کاغذ بکشید، یا اگر نقاشیتون خوب نیست پرینت بگیرید و باهاش این کار رو انجام بدین. ولی میدونید به نظر من خوشحالی و کیف زندگی به این چیزای کوچیک و بامزه است که برای خودمون انجام میدیم. انقدر پودر کاکائو الک میکنیم تا حسابی همه جای ظرفمون رو پوشش بده. حالا آروم و با دقت دونه دونه این ستاره هامو ور میدارم و حواسم هم هست که اون پودر کاکائویی که روشونه روی این سفیدی و طرح زیر نریزه، چون خب همه زحمات اون به باد میره. واقعا اینجاش خیلی حال میده و لذت بخشه. به نظر من حتما انجام بدین. همین دیگه، ترمیسوی ما آماده است. الان وقتشه که برایش ذوق کنیم و برای خودمون دست بزنیم، چون آفرین به ما. و اینجاست که ما با سخت‌ترین و بدترین مرحله درست کردن ترمیسو مواجه میشیم و اونم اینه که باید حداقل یه شب تا صبح بذاریمش توی یخچال تا بمونه. خیلی ناراحت کننده است، ولی حتما انجامش بدین، چون هر چقدر که ترامیسوی ما بیشتر توی یخچال بمونه این موادش بیشتر با هم دوست میشن و یک طعم لطیف و قشنگتری به ما میدن. ولی خوبیش اینه که میتونید صبح به امید ترامیسوی قشنگتون از خواب بیدار شید و با یه لیوان چای یا قهوه خوش عطر بخوریدش و کیف زندگی رو ببرید. همین دیگه، متشکرم که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم ترامیسوی خوشمزه‌تون درست کنید و حسابی ازش لذت ببرید.